همین نظام الملک. یا حضرت شیخ عطار میگه که به غزالی مگر گفتن جمعه که ملحد خواهدت کشتن چه شمعه. میگن غزالی را گفتن که او تیاری طبیعی کشتنی ند، بترسیده درون خانه بیش است، کتاب خود روزگارش چند دهد است. دیگه ای جان خانه سوخته شری نداری، گفتن میکشند. دیگه درس پرس همه را قطع کرد، در همین خانه شیشت، خانهش این دیگه بگن که کرانتین شیشته نمیبروی خانه. چه در خانه نشستن گشت بسیار، دلش بگرفت از خانه با یک بار. دیگه بیزار شد که در خانه چنده شدی. یک عالمه که در دنیا نظیر مانند نداشت، در همون عصر زمان خدا واسطی هیچ که به همین غزالی برابر نمیشد است. و نمی شافعی مذهبی، نه یگان عالم شافعی، نه یگان عالم حنفی، نه یگان عالم حنبلی، نه یگان عالم مالکی، هیچ که همین نظام الملک همه خطی سنجیدگیش. بزرگترین علمای حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و همه را مغلوب کرده گیه، شیعه ها را مغلوب کرده گیه، نصرانی و یهودی و یگان کسی نمون که جرأت کنه و قطعی امام غزالی بحث کنه، همین که عالم به دست بود. چه در خانه نشستن گشت بسیار، دلش بگرفت از خانه با یک بار، بیزار شد. چند پا بشیده باید یکی شوریده بودی زی کوشهد که کوشهدیش خوندن دیگران اهل. یا دیوانه خدا از دوست خدا در کوشهد نام موضعه. کسی نزدیکی کوشهدی فرستاد که ای در علم حق داننده استاد، زیبیم ملحده در خانه ماندم، اگر عاقل بدم دیوانه ماندم. یک شاگرد چه پیش همون کوشهدی میفرسته، پیش همون اولیا، میگه حضرت ای ترس همین بدبختای همین آدم کشورت دیگه خانه نشین شدم، دیگه رنگ دیوانه شدم. آخه چی فرمایی مرا تا آن کنم من، مگر این درد را درمان کنم من. حضرت چی سپارش میکنی، چیکار کنم؟ از این پیغام کوشهدی برآشفت. وقتی در پیش اون دیوانه خدا اومدن دیگه گفتم به حد غضبناک شد. بعد اون پیغام آرنده چنین گفت: امام خواجه را گو ای زیره دور، چه حق را تو ندم سازی نه دستور، چه حق میکرد در اول پدیدت، نپرسید است تو چون می آفریدت. گو برای خواجه را گو که حقیقتا دیوانه شده ای خونه شده. وقتی پروردگار تو را خلق میکرد در نقشه آفرینش خدا بودی، قطعی تو مصلحت نکرد که من تو را غزالیت کنم، یگان دهقانت کنم، یگان حیوانت کنم، یگان پرندت کنم. مصلحت نکرد است به هیچ کار. با مرگت هم نپرسد است هیچی. تو خوش میباش حال چه پیچی. انا اون مردنده قطعی هیچ که مصلحت نمیکنه خدا من که تو در بیشتری مرگ میبری، یا که میکشند تو را، یا در دار میزنند، یا در آب غرق میشی. خداوند با کسی مصلحت و مشورت نمیکنه. و میگه چه غزالی شنید این شیوه پیغام، دلش خوش گشت به ایران جست از نام. وقتی حضرت این پیغام شنید دیگه این بچه گو همین دنیا 5 دین ارزش نداشته است. رفت خانه خدا را زیارت کرده. بعد از او اومد در همین منطقه شام در سوریه در یک غار اومد 10 سال همون خدمت کرده است. بعد همین کتابا را شروع کرد نوشتنش. غزالی به حد کتاب زیاد داره. همین کتابای با قوت معتبری داره که عالم اعترافش میکنه. این فقط مسلمانان نه، همه عالم اعترافش میکنه. اعتبار و عبرو داره که همه حتی همه ریفارمیستای نصرانی با غزالی تقلید میکردن. از جمله همون فما اکوینسکی و دیگر اینا همین مقلد امام غزالی هست. کتابای غزالی را به لاتینی ترجمه کرده بودن در اون عصرهای میانه میخوندیم. ولی نمی یهودیا زبان عبری دارن که و هم زبان عبری چون زبان عبرانی را میگیم ایسری نبو دولتی کردن با همین زبان یکی از اولین ها شده همین احیاء علوم امام غزالی را چاپ کردن. به حد قولی میوخه حقیقتا هم بزرگه. این همیرم مقصدی در همین بزرگی همین رو در همین درجه و منزلت بیفتنش به شک شبه نظام الملک وزیر مقصد حصه داره، حق گذاری کرده دیگه. بنابراین این کسی که کنه برای خود چه میکنه. هر دو روز قیامت او مردک هم ای حساب یعنی همون مقصد اجر ثوابی که غزالی گرفته است به او را برسه. اما چه اون مولاش بود.
بشک شما میگیره نقشه. الدولة على خير كفاية. بله الدولة على خیر کفایل. بخصوصا کسی که دستگیری میکنه این همون مقصد فی سبیل الله انفاق میکنه. این انفاق فی سبیل الله وقتی هم نظام الملک میگه کردش زدن در زمین غلطی دید که مقصد که اکر علاج نیسته. بعد میگه دست به دعا برداشت. چون نظام الملک در نزد افتاد گفت الها میروم بر دستی بود خالقا یارم به حق آن که من هر کی را دیدم که گفت از تو سخن با همه نوع خریده باشه. آخران سخنای همین نظام الملک پیش خدا التجا کرد. هم وقتی هم سکرات مرگش پروردگار را گفت خودت میدانید خودت شاهدی به خاطر آن که هر شخصی را دیدم که از تو گپ زد ای کلامی تو گپ زد از پیغمبری تو گپ زد از شریعتی تو گپ زد هر کی را دیدم که گفت از تو سخن با همه نوع خریدار شدم یاری او کردم یار شدم. اما هر کسی که اینامی تو گپ میزد هر کسی که کلامی تو را میگفت هر کسی که دعوت به سوی تو پیغمبرت میکرد من خریدار شدم. سعی میکردم که همه طرفا دستگیریش کنم در دم آخر خریداری میکنم. این روی در همه جا علمی کوری که مثلا دستگیری علمو را میکرد دستگیری فضلو را میکرد همه را پیش پروردگار وسیله قرار داده است که خدا به خاطر این خدمتی که من برای عالمای تر کردم برای مقصد شریعتی تر کردم اکنون وقتی آخر تو مرا خریداری در دم آخر خریداری میکن یاری به یاران توی یاری میکن. نه که حقیقتا مرد به دست همه احترام میکرد است عالم را بزرگ را از جمله همه که را به نهایت احترام میکرد است. شیخ ابو سعید ابوالخیر وقتی که شیخ از دنیا میروه فرزندش احترام میکرد یا پسر داشت به نام ابو سعید با درجه همون را احترام میکرد است. همون وقتی که می اومده است ای قصر به زیارتش پیشوازش می اومده همون ابو سعید به نهایت مقصد محترم ده دستگیریش میکرده است. با یک روز یک عالم همتری حسود در پیش سویه تا میگه که یا وزیر میگه تا همین مبلغ خزینه دولت در سر یعنی بیسوادو صرف کرده استی. با میگه تو ابلهی تو چی؟ که بیسواد میگه یا تشون همون مقصد همون پسری ابو سعید ابو توحیر ای والله علم میگه ابو توحیر همون مقصد سواد نداره. میگه تو ابله دیوانه ای تو چی نخو فرزند ابو سعید ابوالخیر بی سواد باشه تو چی سفسطه میفتی؟ میگه اگر باور نکنی من فیرادش که امتحانش بگی همه قرآن هم نمیدونه. بعد جلو دیگه تشریف میشه دعوتش میکنه شیخ وزیر دعوتش کرده است دیگه تمام مریداش گرفته است همه و دمدمه خطی پیشش میگه. حقیقتا همون ابو توحیر سوادش خوب نبوده است. هستن که آدمایی که سواد ندارن از خاطر پدر گذشته‌هاشو احترامشو میکنن. ای خودی نظام الملک نمیدونست است که بیش سواده اون میدونست که ابو سعید ابوالخیر در کدام درجه قرار داره دیگه این قطعی شینخیز نکنه و که میخوای اگر محفل معرکه را دعوتش میکرده از قصدش میکرده گمان میکرده که همین بسواد داره. در اصل این همین بچه که ارکب داره همین هم پسر بوده است تنبل بوده مقصد مجبورش میکرده پدرش با مدرسه میرفته است. یه روز شیخ ابو سعید میگه که در بگیم در همون خونقاهش مهمون نمیوید یه هفته اون مردم به حد همین مهمون نواز بودن به مهمون خورا خوردن نمیتونستن بسیار ناراحت میشه و ای بچه ای چی گپ شده باشه مهمون نمیوید حتی اعلام میکنه میگه اگر هر کسی که مجدگانی بگیره حیده بگیره که مهمون اومده است هر چیز دیلش بخواه بگم میکنم ای عهدهش برام اجراش میکنم. این گپ وقتی ابو توحیر میشنوه پسرش دیگه در همین بالای همون بام خونه خوب پایده همه ایستاده یک مهمان میاد یا نمیاد. یک روز میگم میکنه که چند نفر از درویشای بیگانه مهمانا بگیم طرف همین خونقای پدرش اومده است
میپرای بالای بو میفرویم میگه پدر حیدر مبتی مهمان اومدیست بخای مهمانو را قبول میکنه خوش اومده میکنه جو با جوشو میکنه ضیافتشو میکنه با پسرش فیروز میکنه بچه‌م بیا اکل اکخای من وعده کردم که هر کسی حیدر بگیره چیزی بخواه میتونش تو چی میخوایی بچه‌م اسب میخوایی مقصد یگون شمشیر میخوایی یگون سر لباس فسون میخوایی زن میخوایی چی میخوایی میگه میخوام که هم مدرسه نرم او در مکتب میونه یک پسرک بکوه که بود یا учиться не хочу жениться хочу هم تریدم میخوام که نرم بچه میگه این چه خوبی شاید پیغمبر اخدام میگه علم طلب کنی طلب علم فرض خیلی میگه پدر خودت وعده کرده یوخی هم پیغمبر اخدام میگه که کسی که وعده کرده خلافی وعده کرد نشانه منافقی داره من میگم مایلش که بچم ترا وعده کردیم توکلت به خدا میگه به یک شرط میگه چی شرط میگه می سوره فتح از یاد میکنی میای در پیشم پر را به تجوید ترتیل میسپوری بعد مایلش توکلت به خدا دیگه مدرسه نرم اینا میروم مردش میدوزه در 3 روز سوره فتح خوش رو از یاد میکنم به تجوید ترتیل میاد در پیش پدرش میسپوره بود مقصد که دیگه بعد هم دیگه مدرسه نمیرم این اگه ایبای سولو گذاشته است این آدم دیگه جای پدرش در قوی مقام پدر همون خیلی احترامش میکنن مردم های نظام الملک دعوتش میکنن هم مریدو را گرفته اومده است همین در قصر میدویان جو مقصد میشنونه همه شود بعد همون اولی ما میگه که ایجا بیو حسود و قرآن داده است یا اون میتن ما بدبخت میگه ای بچه بوبی ما بچه حضرت ای کجا قرآن دیلت میکشه اینا با پرسش از یاد بگن همه قدیلش پری هسته که اینا قرآن میگه که جای میگه قرآن نمیدونه ای همین کجای قرآن میخوای با پرسش با او را هم تا قرآن دستش میگیره و همین تا میکشه و میگه که سوره فتح بخون ای همین سوره درست فقط سوره فتح میگوشت است با سوره فتح خوند بعد در زمین 6 تا گریه را برداشته همین خیلی زور گریه کرده با این نظام الملک هم دیدی بدبخت گفت کسافت حسود بابی مقصدی قرآن از حفظ میدونه تو با کی سر به سر شدیستی با مردم همه را گسیل کرده بعد پیشش اومد که حضرت برای چی گریستی او همین کسی هست احوالی من با خبر میدونم حقیقتا من بشتاود میگه همون پدرم همون 6 سال پیش او که سوره فتح بیار بخونده پیش بسیار سجیلی تحقیق با مایلش بخوی مدرسه نرم مردی خدا را ببینه 6 سال پیش نکی نظام الملک مقصد یک قصه همون ابو طاهر آورده است که شیخ عطار در تذکرة الاولیاء آورده است همه خیلی کروز زیاد چیدگیان مقصد در حیاتش حقیقتا علما را دستگیری میکرد یعنی از جمله همین کی را امام غزالی را غزالی همین مرتبه و منزلت یافته است به هر وجه صورت کم کم مدیون یعنی کی هست نظام الملک این غزالی عالم جوان بود در سن 20 سالگی علاقه به درجه ممتاز شده بود که این شاگرد امام الحرمین جوینی بود ای شهر توس بود ای وطن نظام الملک این هم شافعی مذهب رنگ نظام الملک خودش دیگه همین را فیروت کرد پیش خودش وقتی که دیدش این علم دانش دستگیریش کرد ای همه جوانترین مدیر مدرسه رکتر بگیم رکتر یونیورسیته در تاریخ اسلام همین امام غزالی هست گری در آن مدرسه نظامیه در آن مدرسه اساسی در بغداد اینا مدیر تعیین کرد غزالی را همین تو وقتی که نظام الملک زنده بود مقصد که غزالی یکم پرابلم نداشته است فقط همین کارش تعلیم تدریس همین مقصد به علم مشغول بود و وقتی که نظام الملک شهید کردن کاردش زدن غزالی دیگه دلش ای دنیا ماند خنک شد خاصتا با یک کس اومد گفت که در نقشه ترام هستی همون سپیسکه همون آدم که شده ترام هستی ترام باید عبیرت کنن همچه آدم نظام الملک یا حضرت شیخ عطار میگه که
با غزالی مگر گفتن جمع که ملحد خواهدت کشتن چشم میگن غزالی را گفتن که او تیاری طبیعی که کشتنی اند بترسیده درون خانه بیش است کتاب خود روزگارش چون دیهد است بگه ای جانی خانه سوخته شری نیافی گفتن میکشند بگه درس و پرس همه را قطع کرد در همین خانه شیشت خانهش این بگه که کرانتین شیشته